بگذار خدمت کنه و وطن خدمت کنه. همین 51,000 به فکر شما برای اویله ها خیلی پولی گران است. شخصا در همین تاجیکستان و پولی گران است. زور شو نمیرسه اگه جای پول میام میره نتیان و خدمت کنه و خو زوری مردم عادی نمیرسه برای این فقط برای هم آدمای وای پول دار فهمیدی. شما خودتون پسرتون سیمی خدمتی هستن؟ بله همین تیرامو یک کشب سفربر میکنیم به ارمیا. یه چیکار کنیم برای وطن خدمت میکنیم دیگه راه نیست. از شما امکانی وای ندارید 51,000 پرداخت؟ نه ای کجا دارم من خودم یک چه بگم آدمی بیکار کار نباشه فهمیدی همین قیقی یکون جا یک کار میویم که روز ده میگذرونیم فهمیدی. همین مردک باید رو مردانوار خدمت کنم. 2 سال هیچی ما هم رفتیم خدمت کردیم در شهر روسیه. این خیلی شوخی میره روسیه در کار میکنه و مثال مبلغ کار میکنه میگه مبلغ تیم تسر انجام دهد همون قدر خوب است. پول زیاد است جوانای خود میترسن پول میخرن برای آنکه خدمت میزنند دفشینه برای آن میترسن پول میخرن. نه اگه مقصد خدمت پیش بعد بدازی میگن خوب شدگی کمتر خوب شدگی به خاطر میترسن که میزنن. ما 3 بار رفتگیم دبروالی مرا گرفتگی نیست نفر. نه زور من نمیرسید من به پول خدمت رفتم. تمام ما زیدی همو پول میدادگیم مثلا کسی پول میته یا نمیته بعد با آدمایی که پول دارن خدمت نره من پول بتیان خدمت نره. این خدمت برای یک آدم است برای همه است. جوانان تربیت خوب کردن در کار پول دادن در کار نیست برای من خدمت کنن. خدمت قرضی وطنه. با فکر من برای خانواده و بیشتر خانواده این امکانات دادن نمیتونه چیزی را که بسیار مردم شرایطشون دست نارس است برای با فکر من باشد آدمانی که دانشگاه رو ختم نمودن مجبور خودش من رفته 1 سال خدمت کنم بیارم بهتر است برای بجای 51,000 سپردن. خدمت به پول 2 ساله برای خدمت پدر مادر برای هر یک جوان قرض است.